ما میگیم که ابو عبدالله رودکی مال ماست. برادرای ایرانی میگن که سردفتر ادبیات فارس است. ما خفه نمیشیم. بگذار باشه. ما میگیم که فیردوسی مال ماست. برادر ایرانی من شاهنامه را که ایران کرد، برادر ایرانی هم میداشتن شاهنامه خوانی را سر کرد. باشه. ما سعدی و حافظ میگیم. یکی سعدی و حافظ مال کیست؟ مال ما مردم آریایی تبار، مردم فارسی زبان. بله. خیلی مولانا کیست؟ مولانا برای بشر ایجاد کرده است. برای یک ما شما تنها نه، برای بشر. ایجاداتی اون کسی که اگر وای کرده باشه برای بشریت است. و یا کروشی کبیر اعلانیه ای کروشی کبیر چی؟ این تعریف تمدن ما یکدیگر را پر کردیم در عرصه بین المللی. نماندیم که با گوشه فراموشی رو ماندیم. از نو احیا کردن. وقتی انسان دولت مال خودش فرهنگ خودش تمدن خودش صاحبی نمیکنه در اونجا خالگی با وجود میاد. خالگی را هیچ جا خالگی خالی نمیماند. غیر یک فرهنگی بیگانه پر میکنه.